یک عکس در فیسبوک نشر کرده پرویز رحیم‌زاده موج واکنش‌های منفی کاربران را به بار آورد. در عکس دیده می شود که در یک زمین کشت سه زن کلنگ میزنند و یک گروه بزرگ مردان لباس رسمی و گالستوک در تن که شمارهشان نه کمتر از 30 نفر است کار این سه زن را به اصطلاح نظارت میکنند. پرویز رحیم‌زاده این عکس را 3 کارگر و 500 رئیس نام گذاشته نوشته است که این لحظه در کون بادام عکس برداری شده است. خدمات مطبوعاتی شهرداری کون بادام مؤلف این عکس خبر داده است که اخیراً در کون بادام با اشتراک معاون رئیس ولایت سوخت ظریف نظری، معاون اول وزیر کشاورزی تاجیکستان و دیگر عالمان و کارشناسان سوی کشاورزی سمینار مشورتی کشاورزان ولایت سوخت دایر شده است. بنا به این منبع اشتراک کنندگان مشورت از جمله در جماعت پولادان با رفت شدگار تیرمویی، یخابمانی و شورش زمین های کشت آشنا شدند. در یک عکس دیگر نشر کرده خدمات مطبوعات شهرداری کون بادام دیده می شود که یک مرد دیقان در بالای درخت به بریدن نوده ها مشغول است و نوده بری او را نیز یک گروه بزرگ اشتراک کنندگان سمینار نظارت می کنند.